دختر اژدها. شما این تصویر نگاه کنید، دختره نه بدنسازه، نه رزمیکاره، نه باشگاه رفته، نه حرفه‌ایه، خیلی خیلی عادی، فقط جنم داره. این چیکار میکنه؟ به پسره نگاه کن، نگاه کن. کیفمو میخوای؟ میگه بگی کیفم تو ساکت، انداختش تو باغچه، بخور که میخوریم. ببین چیکار میکنه، میگه بگیر. اگه رفیقش نمیومد الکی تهدید نمیکرد با اون چماقی تو دستشه، این پوستشو کنده بود. اومد سند، بعد سند اینجا فقط بعد سند میذاشی گیره زد. خلاصه این که نه به این، نه اون دختری که میدون هور تهران دو تا موتوری خفتش میکنن، میگه تلفنتو بده، دختره شماره تلفن میده و مجسمه میدون هور بلند شده در وسط میدون فرار کرده رفته. شهرداری الان 2 هفته از دنبال مجسمه میگرده. اون دو جوونم که رفتن استغفار میکنن تو بیابونا، درویش شدن، آدم دلش میسوزه براش. چجوری جوونا با دل جوونا بازی میکنه؟ اون شماره ازت نخواست، تلفن میخواد بره بفروشه، خوراک یه باز کراکش جور بشه. چرا تو این کارو کردی باشه؟